فیضل هستم از سایت engpartner.com و درس نهم از کتاب Speak Now Book 2 یا سطح دوم با عنوان I have a sore throat. گلو درد دارم. همونطور که از عنوان مشخصه و از این عکس مربوط به vocabulary section در مورد مریضی و بحث پزشکی و دارو و اینها هست این درس و مباحثی که میخواد مطرح کنه describing health problems، توصیف کردن مشکل سلامتی که داری، making suggestions، پیشنهاد دادن. تو بخش vocabulary یه سری لغات داریم در مورد بیماری و بدن درد و اینجور چیزا. A cold مثلا I have a cold یعنی سرما خوردم. catch a cold هم میگن. ببینیم فعل هایی که collocate میکنن cold رو have a cold یا مثلا catch a cold. حالا میخوای بگی سرما خوردم تو گذشته I caught a cold سرما خوردم. have a headache دوباره فعلی که collocate میکنه headache رو have a headache سردرد. headache یعنی سردرد. ache یعنی درد کلن. ache, if a part of your body aches اگر بخشی از بدن درد داره یا درد میکنه aches you feel a continuous but not very sharp pain there توی اون بخش یه احساس درد مداوم داری continuous ولی خیلی شارپ و درد شدید نیست که نتونی تحملش کنی. اینو بهش میگن ache. میبینین اینجا فونتیکش. سینونیمش hurt و مثالش his feet are aching پاهاش درد میکنه. From standing so long از اینکه خیلی زیاد وایساده پاهاش درد میکنه. توی بخش رجیستر هم توضیح داده میگه in everyday English تو انگلیسی روزانه که مردم صحبت میکنن people usually say they have a headache معمولا مردم اینجوری صحبت میکنن میگن I have a headache سردرد دارم یا I have a backache کمرم درد میکنه I have a stomachache معده‌ام درد میکنه شکمم درد میکنه I have a toothache یعنی دندون درد دارم. عبارت بعدی sore throat sore هم به معنی درده و throat به معنی گلوه. حالا مثل این عکس که اینجا میبینین he has a sore throat گلو درد داره. sore رو ببینیم sore امریکن و بریتیشش so امریکن هم دوباره so میگن یعنی اینو میچسبه به هم میشه so throat. میتونه اینجوری هم تلفظ بشه یا بگی sore throat I have a sore throat. saw, A part of your body that is sore is painful. میگه بخشی از بدنت که sore شده در واقع دردناکه یا درد اون بخش داری. Because of infection or because you have used a muscle too much. یا از اون مایچه خیلی استفاده کردی یا عفونت داری. A fever تب fever میشه تب و میگه I have a fever یعنی تب دارم. A sore back پشتم درد میکنه کمرم درد میکنه I have a sore back. ببین a sore throat a sore back. A stomachache درد معده رو دیگه نمیگن a sore stomach. به صورت نرمال توی انگلیسی اینجوری بیان میشه I have a stomachache یعنی شکم درد دارم. stomach معده ولی توی جنرال معمولا مردم که به صورت عموم دارن صحبت میکنن میگن stomach. به کل بخش شکم میگن stomach. بیاین توی دیکشنری هم ببینیم من خیالم راحت شه. stomach, stomach ببینید stomach عکس بدن رو ببینید brain throat اینجا گلوه heart stomach اینجا معده میشه خب ولی توی جنرال که همه عمومی صحبت میکنن دیگه نمیگن معدم درد میکنه میگن مثلا اینجام درد میکنه منظور کل مجموعه شکم رو میگن stomach. A cough I have a cough یعنی سرفه. I have the flu این مخفف اینفلوئنزا هست یعنی آنفولانزا دارم. I have dry skin پوستم خشک شده. همین بخشه که همیشه از شما دور باشه اگر یک کسی همچین علائمی رو داشت خواست تو انگلیسی توضیح بده میتونه از اینا استفاده کنه. توی تمرین B میگه tell your partner what you usually do when you have one of the problems above. وقتی یکی از این مشکلات بالا رو داری چی کار میکنی به دوستت بگو. Use the ideas below or your own ideas. I get rest استراحت میکنم. I see a doctor دکتر میرم. توی انگلیسی هم میتونی بگی I go to a doctor ولی معمولا میگن I see a doctor ولی ترجمه میشه که دکتر میرم. ما تو فارسی میگیم دکتر میرم دکتر میبینم نمیگیم. I stay in bed تو تخت خواب یا رخت خواب میمونم.
I take some medicine یا medicine دارو میخورم. این نکته هم دقت کنید، خوردن دارو رو ما نمیگیم eat medicine، take medicine. دارو مصرف کردن و فعلی که کالوکیتش میکنه take هست. I ignore the problem، نادیده میگیرم، یعنی بهش توجه نمیکنم، ایگنورش میکنم. یه جواب نمونه درست کردیم اینجا. مثلا میگم که if I have a cold، اگر سرما بخورم، جمله شرطیه 9 0. If I have a cold I usually get dressed and take some medicine to relieve my symptoms. symptoms بشه همون sign، نشونه های بیماری رو میگن symptoms. مثل چیا؟ مثل اینه که اینجا داشتیم. to relieve یعنی از این درد خلاص بشم. Relieve. to reduce someone's pain یعنی از درد و اینا خلاص شدن. ببینیم با pain هم میاد. or unpleasant feelings. drugs helped to relieve the pain. داروها کمک کرد که از درد خلاص بشن. پس I usually get dressed، معمولا استراحت میکنم، اینجا داشتیم. and take some medicine، اینجا هم داشتیم. to relieve my symptoms، که این نشونهای بیماری کم بشه. I also stay in bed، همچنین تو رخت خواب یا تخت خواب میمونم. and drink plenty of fluids، و کلی مایعات میخورم. plenty of fluids. حالا که عبارات رو یاد گرفتین یا از قبل بلد بودین، بیایم بخش conversation track 22. یه دختر محجبه داریم به اسم لیلا and Tracy. So maybe they are university students. میخوایم بگیم دانشجوان، میتونیم بگیم they are students یا university students. So they are talking together. لیلا I think، هنوز نخوندیم conversation رو، میخوایم حدس بزنیم. I think Layla has a problem. She's showing her throat. داره گلوشو نشون میده. So maybe she has a sore throat. ممکنه درد داشته باشه. And this blonde girl here, she is very beautiful, but this one is not beautiful. So they are looking at each other. Maybe she is trying to help her. شاید داره سعی میکنه کمکش کنه. But let's listen to the conversation to realize what is Layla's problem and what does Tracy suggest. ببینیم تریسی بهش چی suggest میکنه، پیشنهاد میکنه. گوش بدیم یه بار، بعد توضیح میدم، بعد برای بار دوم گوش میدیم. Lesson 9. I have a sore throat. Page 22. Conversation. A. Listen. What is Layla's problem? What does Tracy suggest? Hi, Tracy. I'm not feeling too well. Oh? What's the matter, Layla? I have a sore throat. That's too bad. I hope it's not the flu. Have you seen a doctor? No, I'm fine, really. I think I just have a cold. You have a fever. Why don't you go home and rest? Good idea. Can you take notes for me in class? Sure. I hope you feel better soon. Thanks. خیلی conversation با احساسی بود. لیلا میگه Hi Tracy, I'm not feeling too well. تو گفتیم قبل صفت خیلی منفیش میکنه، یعنی حدشو خیلی میبره بالا، ولی توی محاوره منظورش اینه که خیلی احساس خوبی ندارم، یعنی اوضاعم خوب نیست. I'm not feeling too well. Oh, what's the matter? موضوع چیه؟ What's the matter, لیلا؟ موضوع چیه یا چی شده؟ What's the matter? I have a sore throat. گلو درد دارم. That's too bad. اینجا دیگه یعنی خیلی بده. I hope it's not the flu. امیدوارم که آنفلوانزا نباشه. Have you seen a doctor? دکتر دیدی؟ گفتیم see a doctor به جای اینکه بگیم go to a doctor، اونا معمولا میگن see a doctor. حالا اینجا present perfect میگه have you seen a doctor؟ میتونست گذشته هم بگه، گذشته ساده، ولی خب اینجوری راحت تره. ببین میتونیم بگی did you see a doctor؟ دکتر دیدی؟ ولی یه بار تو گذشته هست، منتها اینجا نمیدونیم که اتفاق افتاده یا نه. از اول قضیه هم که شروع شده تا و الان هنوز نمیدونیم که همچین اتفاقی افتاده یا نه. داره میپرسه have you seen a doctor؟ لیلا میگه no, I'm fine really. حالم خوبه. I think I just have a cold. فکر کنم فقط سرما خوردم. have a cold. I just. این برای تاکیده. حالا دست میذاره روی پیشونیش، دیگه بنفش شد. میگه که you have a fever. تب داری.
Why don't you go home and rest؟ چرا نمیری خونه و استراحت کنی؟ Why don't you؟ این مدلی suggest داره میکنه، پیشنهاد میده بهش. Why don't you؟ لینا میگه good idea، ایده خوبیه. Can you take notes for me in class؟ اینجا میدونست خودش مریضه، تریسی هم بهش میگه برو، بهونه داشت میداد که آخرش بهش بگه که این کارو برام انجام بده. Can you take notes for me in class؟ میتونی برام یادداشت برداری توی کلاس؟ تریسی هم میگه sure I hope you feel better soon. برای کسی میخوای آرزوی بهتری کنی، یعنی بگی که حالت بهتر بشه، امیدوارم بهتر بشی، I hope you feel better soon. یا I hope you get recovered soon. یا خیلی ساده تر میگی feel better. امیدوارم که بهتر بشی یا recover بشی یا حالت خوب بشه. که لیلا میگه thanks. در ادامه میگه practice the conversation then exchange the blue and the green words. اینو که دیگه میدونین رویه کتاب رو. ببینیم به جای اینا چی میتونه بگه. مثلا به جای اینکه بگه what's the matter لیلا، میتونه بگه what's wrong؟ مشکل چیه؟ What's the matter؟ What's wrong؟ اینجا گفت I have a sore throat. میتونست بگه I have a headache. سردرد دارم. پیشنهاد Why don't you go home and rest؟ چرا نمیری خونه استراحت کنی؟ میتونست بگه Why don't you take some aspirin؟ چرا آسپرین نمیخوری؟ گفتیم take برای خوردن دارو توی انگلیسی بهش میگن take. Aspirin. Aspirin, a medicine that reduces pain. یه دارویی که درد رو کاهش میده. Inflammation یا تورم رو کاهش میده. And fever و تب رو کاهش میده. Why don't you take some aspirin؟ و لیلا اینجا گفت Can you take notes for me in class؟ به جاش میتونست بگه Can I call you later؟ میتونم بعدم ات زنگ بزنم. یه بار دیگه گوش بدیم به conversation. Lesson 9. I have a sore throat. Page 22. Conversation. A. Listen. What is Layla's problem? What does Tracy suggest? Hi, Tracy. I'm not feeling too well. Oh? What's the matter, Layla? I have a sore throat. That's too bad. I hope it's not the flu. Have you seen a doctor? No, I'm fine, really. I think I just have a cold. You have a fever. Why don't you go home and rest? Good idea. Can you take notes for me in class? Sure. I hope you feel better soon. Thanks. در ادامه بخش language booster رو داریم. Notice the different ways we describe health problems. چجور توصیف میکنیم مشکل سلامتیمون رو؟ میگه I have a cold یا I have the flu. I have a sore throat یا I have a sore back. پشتم درد میکنه. My stomach hurts. My knee hurts. اینم یه مدل دیگه است که بالا نداشتیم. معدم درد میکنه یا شکمم درد میکنه یا زانوم درد میکنه. I can't sleep at night. شبا نمیتونم بخوابم. چجور پیشنهاد میده؟ Why don't you go home and rest؟ چرا نمیری خونه استراحت کنی؟ It's a good idea to drink hot tea. این ایده خوبیه. خیلی خوبه که اینجوری ترجمه کنیم که چای داغ بخوری. Try not to eat late at night. Try not to. اینم خیلی جالبه برای suggestion. پس why don't you؟ It's a good idea. Try not to. میخوای بگی این کارو نکن؟ میگه try not to. Try not to eat late at night. آخر شب یا دیر وقت غذا نخور. I suggest seeing a doctor. پیشنهاد میکنم که یه دکتر ببینی. بعد از suggest فعل به صورت ing form. توی pair work میگه take turns describing the health problems below. اینا رو توضیح بدیم به هم دیگه. And make suggestions. و براش پیشنهاد هم بدیم. بریم یه سری جواب براتون بنویسم. stiff neck، این گردنش خوش شده، سفت شده. insomnia، خوابش نمیبره. insomnia مریضی خیلی بدیه. Insomnia. If you suffer from insomnia، ببینید INSOMNIA. You are not able to sleep. نمیتونی، خوابت نمیبره. یه فیلم هم آلپاچینو داره خیلی معروفه، اینسامنیا، بیخوابی. sprained ankle این بخش مچ پا رو میگن، اینجا پیچ خورده. sprained ankle. a bee sting، یه
زنبور نیشش زده. برای 3 موردش رو نوشتم. A bee sting بمونه برای خودتون. If I have a stiff neck دارم توضیح میدم. اگر گردنم درد بگیره I usually apply a hot compress یه کمپرس گرم میذارم روش. Apply a hot compress این مهمه جدیده. To the area تو اون ناحیه. And take some over the counter pain medication یا over the counter medicine OTC تا حالا شنیدین؟ OTC داروهای OTC بهش میگن over the counter یعنی میری توی داروخونه بدون نسخه بهت میدن. Over the counter pain medication اینا داروهایی که برای کاهش درد یا داروهای مربوط به درد. It helps to relax the muscles and reduce pain. اگر مایچه‌هات رو ریلکس کنی باعث میشه که پین یا درد کاهش پیدا کنه. حالا فکر کنیم مثلا دوستمون اینجا student A باشه، اینجا student B داره میگه. That's a good idea. ایده خوبیه. I often experience insomnia. حالا نفر دوم داره مثلا میگه که من insomnia معمولا دارم یا تجربه میکنم. To help me sleep better برای اینکه یه چیزی بهم کمک کنه که راحت‌تر بخوابم چی کار میکنم؟ I try to اونجا I try not to بود. I try not to یا try not to اینجا میگم I try to. Establish a regular sleep schedule. سعی میکنم یه زمانبندی خواب منظم داشته باشم یا درست کنم establish کنم. Avoid caffeine از کافئین دوری کنم. قهوه مثلا نخورم. کافئین avoid یعنی دوری کردن. And alcohol before bed و الکل هم که ممکن نمیخوریم قبل از رفتن به خواب این کارو نکنم اینا رو نکنم. And create a calming bedtime routine و یه روتین برای موقع خوابم که کامینگ باشه یعنی هیجان و اینها نده مثلا فیلم خاصی نبینی کتاب مثلا بخونی کامینگ باشه یا موسیقی خاص که این روتینت باشه و این باعث بشه که مثلا برای اینسامنیا کمک کننده باشه. نفر بعدی بگیم حالا C مثلا A sprained ankle can be really painful میتونه خیلی دردناک باشه painful pain نونشه painful adjective یعنی دردناک. I'd recommend resting the ankle توصیه میکنم recommend resting the ankle مچ پا رو استراحت بدی بهش. Applying یعنی این رو قرار بدی روش اینجا داشتیم apply a hot compress اینجا applying ice یعنی یخ بذاری روش. To reduce swelling میشه تورم یا اون بخشی که باد کرده و میگه اگر یخ بذاری روش این کاهش پیدا میکنه reduce کاهش پیدا کردن. And elevating it بیاریش بالا. elevator شنیدین آسانسور یا لیفت میگن بهش تو بریتیش. خود فعل elevate یعنی بالا آوردن غذا بالا آوردن نه ها چیزی رو بالا آوردن. elevating it یعنی پاتو بیاری بالا. You might also want to wrap it. wrap یعنی بسته بندی کردن کادو کردن اینجا منظورش اینه که دور پاتو ببندی. You might also want to wrap it in an elastic bandage یا in a bandage حالا الاستیکشو نذارم جنس دیگه منظورم اینه که یه بانداج الاستیک باشه for support. بذار عکسشو بذارم که بدونید چیه. ببینید اینو بهش میگن elastic bandage حتما دیدین دیگه و میگه wrap it in an elastic bandage for support که این نگه داشته باشه تکون نخوره که این swellingش کاهش پیدا کنه تورمش کاهش پیدا کنه. این بعدی بخش شیرین listening هست. listening to 4 conversations 4 تا conversation داریم. circle the problem that best matches each conversation ببینیم کدوم مشکل مربوط به کدوم conversationه. sprained hand دستش پیچ خورده. a broken hand یا دستش شکسته. a sore throat گلو درد stomach ache شکم درد. an eye problem چشم درد یا مشکل چشم. an ear problem مشکل گوش. dry skin پوست خشک. a headache سر درد. گوش بدیم به ترک 23 ببینیم که هر کدوم مربوط به چیه. Page 23. Listening. A and B. 1. So how was your weekend? It was so-so. Look what I did. That looks really painful. What happened? I was playing tennis and I fell.
Oh no. And does it hurt? Oh, yeah. Luckily, I didn't break it. I went to a doctor. She took an x-ray and just put a bandage on it. But it's really difficult to hold anything. I can't even write or type with it. I would think it's a good idea not to use it at all. I guess. 2. Did that medicine I gave you do any good? Well, I feel a bit better today, That's good. but it hasn't completely gone away. I'm sure it was the fish I had at the restaurant. I don't think it was very fresh. Yeah, it was probably that. The chicken I had was fine. I don't think I want to go back there. Try not to eat anything too oily or spicy for a few days. Just rice and soup would be good. And drink lots of water. 3. How do I look? Not too good. They're both really red, especially the left one. Still? I'm afraid so. Are they sore? Not at all. And I can still see perfectly fine. Why don't you get some medicine for it? You don't want it to get any worse. I suppose. Better yet, I suggest seeing a doctor. You can't be too careful. Do you think it was the contacts? Maybe. It's a good idea to wear your glasses for a while. 4. I need another aspirin. It's not going away. Actually, I think it's getting worse. That's not good. Why don't you put a cold cloth on your forehead? Good idea. And I'll turn off this light. The bright lights don't help. Thanks. Why don't you go and lie down in bed? Okay. And I'll check on you in a little while. امیدوارم درست جواب داده باشین. برای بار دوم میریم از روی متنش فایل رو گوش میدیم. بخش مهمش رو بهتون توضیح میدم. لیسنینگ رو برای بار دوم گوش میدیم. هر بخش رو گوش میدیم کامل. بعدش من پاز میکنم و توضیح میدم. Page 23. Listening. A and B. 1. So how was your weekend? It was so-so. Look what I did. That looks really painful. What happened? I was playing tennis and I fell. Oh no. And does it hurt? Oh, yeah. Luckily, I didn't break it. I went to a doctor. She took an x-ray and just put a bandage on it. But it's really difficult to hold anything. I can't even write or type with it. I would think it's a good idea not to use it at all. I guess. اوکی این لیسنینگ ها فوق‌العاده‌ان ها. خیلی خوبه برای اسپیکینگ. نفر اول میپرسه خانم میپرسه So how was your weekend؟ آخر هفته چطور بود؟ It was so ای بدک نبود. It was so Look what I did. ببین چی کار کردم. That looks really painful. به نظر خیلی دردناک میاد. What happened؟ چی شد؟ I was playing tennis and I fell. داشتم تنیس بازی میکردم و افتادم. Oh no, does it hurt؟ درد میکنه. مرده میگه Oh yeah. آره. Luckily خوشبختانه سینونیمش fortunately I didn't break it. نشکستمش یا استخونم نشکست. I went to a doctor. رفتم دکتر. توی بالا توضیح میدادم که go to a doctor معمولا نمیگن. see a doctor میگن. ولی گفتم که درست هم هست. go to a doctor. ولی معمولا میگن see a doctor. مثلا میتونست بگه I went to see a doctor. یا مستقیم گفت I went to a doctor. اینو برای این نوشتم که بگم گذشته go to a doctor. میشه went. She took an x-ray and just put a bandage on it. Take an x-ray این خیلی خوبه کاربردیه. x-ray گرفت مثلا اسکن x-ray حالا MRI یا غیره and just put a bandage on it. روش بانداژ گذاشت که گفتم اون الاستیک بندیج فعلش هم put هست. But it's really difficult to hold anything. ولی خیلی سخت میتونم چیزی رو بگیرم یا خیلی سخته که بتونم چیزی رو hold کنم نگه دارم. I can't even write or type with it. حتی نمیتونم بنویسم یا با اون دستم تایپ کنم. خانم میگه I would think it's a good idea not to use it at all. به نظرم ایده خوبیه که یا
این درسته که اصلا ازش استفاده نکنی. و مرده میگه I guess فکر کنم آره همینه. نفر دوم رو گوش بدیم. 2. Did that medicine I gave you do any good? Well, I feel a bit better today, That's good. but it hasn't completely gone away. I'm sure it was the fish I had at the restaurant. I don't think it was very fresh. Yeah, it was probably that. The chicken I had was fine. I don't think I want to go back there. Try not to eat anything too oily or spicy for a few days. Just rice and soup would be good. And drink lots of water. اوکی. آقای میگه که Did that medicine I gave you do you any good? Do you any good یه حالت اصطلاحی داره، یعنی اصلا به درت خورد اون دارویی که بهت دادم. خانم میگه Well, I feel a bit better today. امروز یه خورده حسم بهتره. That's good. But it hasn't completely gone away. Hasn't gone away یعنی کامل برطرف نشده. It hasn't completely gone away. I'm sure it was the fish I had at the restaurant. مطمئنم که به خاطر اون ماهی است که خوردم توی رستوران. I don't think it was very fresh. فکر کنم خیلی تازه نبود. Fresh. مرده میگه Yeah, it was probably that. احتمالاً همون بوده. The chicken I had was fine. رفتن رستوران و مرده میگه که اون جوجه که من خوردم خوب بود. خانم میگه I don't think I want to go back there. فکر کنم دیگه اونجا نرم. Try not to داره بهش suggest میکنه، پیشنهاد میکنه. Try not to eat anything too oily or spicy. چیز خیلی روغنی یا خیلی ادویه دار یا تند نخور. For a few days برای چند روز. Just rice and soup would be good. فقط برنج و سوپ بخور. And drink lots of water و کلی آب بنوش. نفر سوم رو گوش بدیم. 3. How do I look? Not too good. They're both really red, especially the left one. Still? I'm afraid so. Are they sore? Not at all. And I can still see perfectly fine. Why don't you get some medicine for it? You don't want it to get any worse. I suppose. Better yet, I suggest seeing a doctor. You can't be too careful. Do you think it was the contacts? Maybe. It's a good idea to wear your glasses for a while. سومی How do I look? چطور به نظر میام؟ مرده میگه Not too good. خیلی خوب به نظر نمیای. They are both really red. جفتشون هم خیلی قرمزن. Both هر دو. Especially the left one. مخصوصا یا به خصوص اون چپیه. Still هنوزم. مرده میگه I'm afraid so. متاسفانه بله. اینو جان ویک هم زیاد استفاده میکرد. فیلمش رو ببینید خیلی خوبه. I'm afraid so. Are they sore? درد دارن. Are they sore? یعنی این چشم درد داره. Not at all. اصلاً. And I can still see perfectly fine. و هنوزم میتونم خیلی خوب ببینم. Suggestion. Why don't you? Why don't you get some medicine for it? چرا براش یه خورده دارو مصرف نمی کنی؟ You don't want it to get any worse. قطعا نمیخوای که بدتر بشه. Get worse یعنی بدتر شدن. I suppose میگه آره دیگه همینه، نمیخوام بدتر بشه. Better yet یا بهتره که I suggest seeing a doctor. این اصطلاحی قشنگه. Better yet یعنی بهتر از اون این کارو بکن. I suggest seeing a doctor. پیشنهاد میکنم که دکتر ببینی. You can't be too careful. اینم یه حالت اصطلاحی داره. تو فارسی مثلا میگیم چی؟ احتیاط شرط عقله. احتیاط شرط عقله. یا هرچی احتیاط کنی بهتره. You can't be too careful. گفتیم اصطلاحی. Do you think it was the contacts? فکر میکنی اون لنزایی که گذاشتم، این لنز مصنوعی بهش میگن contacts. و مرده میگه maybe it's a good idea to wear your glasses for a while. ایده خوبیه. Suggestion. It's a good idea. حالا شاید این لنزا برای زیبایی نبوده، برای به جای عینک بوده. It's a good idea to wear your glasses for a while. یه مدت از عینکت استفاده کنی. Number 4 گوش بدیم. 4.
I need another aspirin. It's not going away. Actually, I think it's getting worse. That's not good. Why don't you put a cold cloth on your forehead? Good idea. And I'll turn off this light. The bright lights don't help. Thanks. Why don't you go and lie down in bed? Okay. And I'll check on you in a little while. خب اوضاع اینا هم که داشت بدتر میشد. خانمه میگه که I need another aspirin. یه اسپرین دیگه میخوام. It's not going away. گفتیم go away یعنی دور شدن. وقتی به درد میگی مثلا go away یعنی درده از بین نمیره. It's not going away. درده از بین نمیره. Actually, I think it's getting worse. فکر کنم در واقع داره بدتر هم میشه. That's not good. مرده میگه Why don't you put a cold cloth on your forehead? Forehead میشه پیشانی. Cold cloth حوله یا دستمال خنک. میگه چرا نمیذاری روی پیشونیت. Good idea. And I'll turn off the light و چراغ رو خاموش میکنم. The bright lights don't help. لامپ روشن کمکت نمیکنه. یعنی در واقع برات بده. Thanks. Why don't you اینم دوباره suggestion go and lie down in bed. چرا نمیری یه ذره دراز بکشی. Lie down. ببین lie یعنی دروغ گفتن. خب به معنی خوابیدن هم هست. به پشت دراز کشیدن میشه lie down. دقت کنید phrasal verb معنی رو کلا عوض میکنن. Why don't you go and lie down in bed? چرا نمیری دراز بکشی رو تخت؟ Okay, and I'll check on you. بهت سر میزنم. I'll check on you. In a little while. یه خورده دیگه که بگذره. و بخش پایانی speak with confidence. Divide the class in half. One half chooses and describes health problems. یک گروه در مورد مشکل سلامتیشون میگن. The other half give suggestions. اون یکی گروه suggestion یا پیشنهاد میدن. Describe your health problem or make suggestions to 4 students. برای 4 تا دانش آموز این کار انجام بدین. Now change roles. این مربوط به class activityه. درس نهم تمام شد. خیلی درس خوبی بود. حتما لیسنینگاشو گوش بدین. درس رو بارها ببینید. سوالی اگر داشتید فاضل هستم از سایت engpartner.com. اینجا هم نوشتم. منظورم این سایت engpartner.com. برای اینکه به لیست درسام دسترسی داشته باشید راحت بتونید پیدا کنید سایت کنکور.ir که بیایید مکالمه انگلیسی رو که بزنید درسای مربوط به کتاب اول که کامل اینجا هست لیستش توی آپارات و یوتیوب لینکاش ببینید هر درس رو بزنید موضوع درس هست لینکش هم اینجا هست بزنید میره داخل یوتیوب یا آپارات اینجا تمام 32 درس هست درسای مربوط به کتاب دوم هم تو همین پیج گذاشتم یا اینکه از همین منیو بیاین Speak Now Book 2 رو که بزنید تمام درس‌ها دوباره اینجا لیست شده میتونید کلیک کنید داخلش وارد بشید تا درس 7 هست درس 8 و 9 هم که ضبط کردیم وارد میکنم تا بتونید راحت دنبال کنید اگر سوالی داشتید به سایت مراجعه کنید بخش تماس با من یا تماس با ما میتونید پیام بدید و سوالتون رو بپرسید